أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب تحریم الكذب، یعنی باب در مسئله حرام بودن دروغ گفتن. پس در زیر این باب امام نووی رحمه الله دو آیت می آورد که ما و شما دو آیت و 4 حدیث این باب را گرفتیم. درس امروزه امان از آخرین حدیث این باب، حدیث 5 و حدیث 1545 کتاب ریاض الصالحین می باشد که این حدیث است که چند صحیفه ها را در بر می گیرد، یعنی حدیث طولانی. پس درس امروزه ما و شما از حدیث 1545 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1545 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال، یعنی از سموره ابن جندب رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مما یکثر ان یقول لاصحابه، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از موردهایی که یکثر ان یقول، یعنی فراوان و زیاد تکرار میکرد، لاصحابه، با اصحابش، یعنی در نزد اصحابش رسول الله صلی الله علیه و سلم، از جمله آن موارد و آن حالتهایی که بسیار میگفت و تکرار میکرد همین بود که رسول الله میگفت هل رأى احد منکم من رؤیا، یعنی آیا دید از کسی از شما خوابه، یعنی یگان تا شما خواب دیدید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین اصحابش میگه این مسئله را، این مورد را زیاد سوال میکرد. فیقص علیه من شاء الله ان یقص، پس تعریف و قصه می کردند نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کسی را که بخواهد الله سبحانه و تعالی که آن انسان قصه بکند، یعنی هر کسی را که الله نصیب گردانده باشد، خواب دیده باشد، پس آن خواب را میگه در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تعریف میکردند و آن خواب را میگفتند که چی خواب دیدند. و انه قال لنا ذات غدات، و هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک صبح برای ما گفت. روز میگه رسول الله یک سحر برای ما اصحابش میگه، برای ما یارانش گفت که انه اتانی اللیلة آتیان، گفت هر آینه آمد در خوابم این شب دو فرشته آمد. آتیان دو کس آمد، یعنی دو فرشته آمد میگوید در خوابم نزدم امشب، یعنی میگوید دو ملائکه به نزدم آمد. و انهما قال لی، و هر آینه میگه این دو ملائکه برای من گفتن که انطلق، یعنی بیا با ما. و این انطلقت معهما، میگه هر آینه من رفتم همراه آن دو فرشته و آن دو ملائکه. و این اتینا علی رجل مضطجع، میگه هر آینه ما رسیدیم به نزد مردی که به پهلو دراز کشیدگی بود. یک مردی دراز کشیده را میگه نزدش رفتیم. و اذا آخر قائم علیه بصخرة، و ناگهان میگه دیدم یک مرد دیگر را که قائم علیه،
یعنی چخت است در بالای سر آن مرد، بصخرتین، در دستش سنگ دارد. یعنی یک مرد دراز کشیدگی است و در بالای سرش میگه یک مرد دیگری رو دیدم که، یک شخص دیگری رو دیدم که در دستش سنگ دارد. و اذا هو یهوی بالصخرة لرأسه، و ناگهان میگه اون انسان، اون مردی که در بالای سر این انسانی به پهلو زده بود، میگه یهوی بالصخرة لرأسه، میکوبد، میگه میزند با آن سنگی که در دستش بود به سر این مرد، سر این مرد را با اون سنگ میکوبد. فیثلغ رأسه، پس پاره میکند، شکاف میکند، میگوید سر این انسان به پهلو زده را. فیتدهده الحجر ها هنا، پس میگه میغلطد، جر میشود، میگه سنگی که به سر این مرد زده بود، ها هنا یعنی کم جلوتر و کم پیشتر و کم دورتر. وقتی که در سر این میگه به سنگ میزد، سنگ کم جر میشید و دورتر میرفت. فیتبع الحجر فیأخذه، پس میگه این مرد از دنبال سنگ میرفت، اون سنگ را باز میبرداشت، باز میگرفت. فلا یرجع الیه حتی یصح رأسه کما کان، پس میگه بر نمیگشت نزد این مردی به پهلو زده تا این که میگه خوب میشد، مگر این که میگه خوب میشد سر این انسان، یصح رأسه یعنی سرش که زده پارش کرده بود، شکافش کرده بود، آن سرش میگه باز خوب میشد، سرش ساز میشد. کما کان، مانندی که اول بود، چی طوری که بود در اول، سرش میگه همون طور ساز میشد. ثم یعود الیه، بعد میگه باز اون مرد باز میگشت نزد این مرد، سنگ رو میگرفت میگه و بالای سرش باز میآمد. فیفعل به مثل ما فعل المرة الاولى، پس میگه انجام میداد در بالای سر این همون کار را مثل که انجام داده بود بار اول. چی طوره که بار اول در بالای سر این انسان با اون سنگ زد و سر این را پاره کرده بود، همون کار را میگه باز تکرار میکرد. قال، پس راوی میگوید که قلت لهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه گفتم برای اون دو کس، یعنی اون دو ملائکه که میگه در خواب نزدم آمده بود، میگه اون دو ملائکه را گفتم که سبحان الله، یعنی تعجب کرد از این حالت را دیدن. گفت ما هذانی، یعنی گفت این دو کس چی کاره هستن؟ ما هذانی، این چی حالتی هست که میبینیم؟ قال لی، پس میگه گفتن آن دو فرشته برایم که انطلق انطلق فانطلقنا، گفتن برو بشتاب بیا، گفت فانطلقنا، پس میگه ما رفتیم با اون دو ملائکه. فاتینا علی رجل مستلق لقفاه، پس میگه رسیدیم بر نزد مردی که با پوش خوابیده بود. مستلق لقفاه یعنی که با پوش دراز کشیدگی نزد یک مرد رفته. میگه و اذا آخر قائم علیه، و ناگهان میگه دیدم کسی دیگر را که در بالای سر این مردی به پشت خواب، میگه چخت است و راست است. بکلوب من حدید، میگه اره یا چنگک میگه از آهن داشت، اره و چنگکی آهنی میگه در دستشو بالای سر این مرد چخت بود. میگه و اذا هو یأتی احد شقی وجهه فیشرشر شدقه الى قفاه، و ناگهان میگه دیدم هو یأتی، همون مردی که در بالای سر این مردی به پشت خواب بوده، میگه میآید و یأتی احد شقی وجهه، میآید یکی از پهلوهای رویش را، یعنی یک پره رویش را، فیشرشر شدقه، و میکشد و پاره میکند کنج دهانش را، کنار دهانش را میگه پاره میکرد. الی قفاه، تا پشت سرش، یعنی از یک همون چنگک را میگه میداخت در یک پره رویش،
همون یک پرهرو رو میگه تا قفای سر کشیده میبرد. و منخره الی قفاه، و همچنین میگه بینیش را، نصف بینیش را میگه میگرفت تو به طرف قفا میبرد، با پشت سرش میبرد میرساند. و عینیه الی قفاه، و عینه الی قفاه، و همچنین میگه یک چشم این مرد رو میگه با همون چنگکش می انداخت و می کشید به طرف پشت سرش می برد. ثم یتحول الى الجانب الاخری، بعد میگم میرفت به پهلوی دیگرش، یعنی طرف راستش را اول این کار رو میکرد، بعد میگه پهلوی دیگرش میگذشت. فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الاولی، پس میگه انجام میداد به اون مرد مثل که انجام داده بود به طرف اولش، یعنی طرف دیگرش هم همین کارا میکرد. از دهنش میگرفت به قفای سرش کشیده میبرد، از بینیش میگرفت به قفای سرش کشیده میبرد، از چشماش میگرفت تا قفای سرش رو این چشمه کشیده میبرد. فما یفرغ من ذلك الجانبی، پس میگه فارغ نمیشد، به آخر نمیرسانید آن جانب را، حتی یصح ذلك الجانب کما کان، تا اینکه میگه خوب میشد آن پهلویش چی طوره که بود، یعنی پهلوی اولینش میگه ساز میشد، یعنی با جاش گشته می آمد، لب و دهن و بینی و چشماش با جاش گشته می آمد. ثم یعود علیه، باز میگه بر میگشت به همون پهلوی اولینه ای که کشیده بود و اون عذاب رو بالاش آورده بود. فیفعل مثل ما فعل فی المره الاولى، پس میگه انجام میداد مثل که انجام داده بود بار اول. چی طوره که بار اول کشیده بود رو و یا پهلوی دهان و بینی و چشمانش را، باز میگوید همین کار را براش انجام میدهد، یعنی که عذابهای قیامت. این دوم فرقه ای که عذابش را رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن. در آخر پس بیان میکنیم که این فرقه ها کیا هستند. اول عذابهایی را که دیده بود، اون عذابها را رسول الله قصه کرده ایستاده است. یکم مرد خوابیده سنگ به بالای سرش میزد و سرش را پاره میکرد. دوم مرد خوابیده بود، دهن و بینی و یک چشمش را تا قفای سرش میکشید، باز جانب دیگرش را همین کار انجام میداد. قال، میگوید قلت، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من گفتم که سبحان الله، یعنی که تعجب کرد از این حالت را دیدن. ما هذانی، یعنی این دو چی کارن، این دو چرا این کار کرده ایستادن، این کار را کرده ایستادن. قال لی، میگه آن دو فرشته برای من گفت که انطلق انطلق، یعنی شتاب کن، بیا بیا. فانطلقنا، پس میگه ما یک جا باز راهمون دوام دادیم. فاتینا علی مثل تنوری، پس میگه رسیدیم علی مثل تنوری، یعنی بر نزد چیزی که به مثل تنور بود، تنور مانند به نزد جای رسیده. میگه فاحسب انه قال، راوی حدیث میگوید که گمان میکنم، راوی حدیث یعنی که سموره ابن جندب میگوید که گمان میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند فاذا فیه لغتون، پس ناگهان میگه در آن تنور میگه لغت، یعنی سخنهای نافهمم وغر چگوره که نمیفهمی که اونها چی میگوین، همین طور میگه لغت شنیدم، سخنهای نافهما شنیدم. و اصوات، فریاد و داد و فغان از داخل اون تنور، از داخل اون چگدان و دگدان میگه من شنیدم. فطلعنا فیه، پس میگه سر زدیم به آن مکان، یعنی که چطوره که چگدان اگر در زمین باشد، تنور در زمین باشد، از بالاش میره نگاه میکنی که در داخلش چی گپ است. پس میگه فطلعنا فیه، پس میگه سر زدیم، یعنی رفتیم نگاه کردیم که در اون داخل چی گپ است. فاذا فیه رجال و نساء عرات، پس ناگهان میگه دیدم در داخل اون تنور مردان و زنان لیچ را، در اونجا میگه دیدم مردا و زنها یک جا هستند و لیچ و عریان هستند، بی لباس هستند.
و اذا هم یأتیهم لهب من اسفل منهم، و ناگهان میگه دیدم که یأتیهم لهب، یعنی شعله از اون آتش نزدشان می آمد، من اسفل منهم، از پایانشان، یعنی که علاو شعله می گرفت و شعله علاو با بالا می خست، میگه بالا می برآمد. فاذا اسفل منهم فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضوا، پس میگه هنگامی که انا همون شعله آتش میگه از پایانشان با بالا میخیست، میگه ضوضوا، اونها جیغ و فریاد زدن را شروع میکردن، داد و فریاد را میگه اونها شروع میکردن. قلت ما هؤلاء، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه اون دو ملائکه را گفتم که ما هؤلاء، این اینها کی هستند، اینها چی کاره هستند. این سیوم عذابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدند. پس پرسان شد که این سیوم طایفه کیا هستند که این در داخل این چکدان و تنور این طور عذاب میشوند. قال لی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن اون دو ملائکه برای من گفت انطلق انطلق فانطلقنا، میگه گو که حرکت کن، شتاب کن. فانطلقنا، پس میگه ما یک جا با سفرمان را دوام دادیم. فاتینا علی نهر، پس میگه آمدیم به نزد جوی، به نزد جویباره، به نزد جوی میگه آمدیم. حسبت انه کان یقول، راوی حدیث سموره ابن جندب میگوید که گمان میکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که احمر مثل الدمی، یعنی که اون جویبار آبش سرخ بود به مثل خون، به مثل خون باره میگه سرخ بود. و اذا فی النهر رجل سابح یسبح، پس ناگهان میگه دیدم در داخل اون جوی، در داخل اون آب میگه رجل سابح یسبح، مرد است شناگری که شنا میکرد، مرد شناگر میگه شنا میکرد. و اذا علی شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، و ناگهان میگه دیدم در لب اون جویبار، در لب اون آب میگه رجل، مرد ایستاده بود، قد جمع عنده حجارة كثيرة، واقعا میگه جمع آوری کردگی بود در نزدش سنگای بسیار را، در نزد اون مردی که میگه در لب آب بود سنگ زیاد بود. و اذا ذلك الصابح یسبح ما یسبح، و ناگهان میگه دیدم که آن مردی شناگر، آن مردی شناگر، آن مردی آوازی کننده در داخل اون آبی که به مثل خون سرخ بود، یسبح ما یسبح، یعنی شنا میکرد آن طوری که شنا میکرد، یعنی تا اندازه قوهش رو میگه در داخل اون شنا میکرد. ثم یأتی ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، پس میگه می آمد نزد آن مردی که جمع کردگی بود در پیشش میگه سنگها را، در داخل اون جویبار، در داخل اون آب شنا میکرد و شنا میکرد، اخیر بازگشته به نزد این مرد میگه می آمد. فیفغر له فاهو، پس میگه باز میکرد در نزد این مرد میگه دهانش را. اون مرد در داخل آبازی میکرد، می آمد میگه بر لب آب پیش این مرد که در دستش سنگا هست، در پیشش سنگا هست، در پیش میگه دهانش را باز میکرد. فیلقمه حجرا، پس میگه می انداخت در دهن اون مرد میگه یک سنگ را، می خورانید اون مرد را، سنگ در دهنش میگه سنگ میپرتافت. فینطلق فیسبح، بعد میگه اون مرد میرفت و باز شنا را شروع میکرد، باز شنا کرده میگشت. ثم یرجع الیه، بعد میگه با چند قفس بازگشته میامد نزد این مرد که در لبی جوی بود، در پیشش سنگا. کلما رجع الیه، هر وقتی که میگم باز میگشت نزد این مرد، فقر له فاهو، فقر له فاهو، یعنی باز میکرد میگه در نزد این مرد دهانش را. فالقمه حجرا، پس این مرد میگه میخورانید، میانداخت در دهان اون انسان سنگ را. قلت لهما، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید
گفتم آن دو ملائکه را ما هذانی، یعنی حال این مرد چی است؟ این چهارم حالته که رسول الله دید، داخل اون جویبار مرد، در داخل اون دریا و در داخل اون آب، اون مرد شنا میکرد و شنا میکرد، میآمد این سنگ در دهنش میپرتافت. این چی حالت است؟ قال لی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که گفتند آن دو ملائکه برای من که انطلق انطلق، یعنی حرکت کن، شتاب کن. فانطلقنا، پس میگه باز سفرمون را، راهمون را دوام دادیم. فاتینا علی رجل کریه المرآت، پس میگه آمدیم رسیدیم بر نزد مردی که زشت روی بود. کریه المرآت یعنی که منظرش، رویش میگه بسیار زشت بود. او که اکره ما انت رائن رجلا مرئا، یا میگه زشترین چیزی که تو دیده ای مرد را از روی منظرش، یعنی بیزیبترین زشترین مردی که تو دیده ای انا همون خیل میگه بیزیب و زشت بود این مرد. میگه فاذا هو عنده نار یحشها، پس ناگهان رسول الله میگه دیدم که در نزد اون مرد آتش هست. یحشها، اون آتش رو میگه این مرد روشن میکرد، اون آتش رو میگه در میگیراند، یعنی علابش را علنگه میانداخت تا اینکه آتش اون علاب علنگه بگیرد. و یسعى حولها، و میگه چرخ میزد در اطراف اون آتش، یعنی که علاوه بگیم زیادتر کردن میگیره که علنگهش زیاد شدن بگیرد. میگه قلت لهما، پس میگه گفتم آن دو ملائکه که نزدم آمده بود ما هذا، یعنی چیست اینها؟ این چی حالت است؟ این مرد چی کاره است؟ چرا این کار را کرده ایستاده است؟ قال لی، پس میگه اون دو ملائکه برای من گفت که انطلق انطلق، یعنی حرکت کن حرکت کن. فانطلقنا، پس میگه ما راهمان را دوام دادیم. این پنجمین حالته که رسول الله صلی الله علیه وسلم در خوابشان دیدند. پس میگه ما راهمان را دوام دادیم. فاتینا علی روضة معتمة فیها من کل نور الربیع، پس میگه رسیدیم به نزد باغی که سبز و خرم است آن باغ. فیها من کل نور الربیع، در داخل اون باغ میگه از تمام گلها، از تمام گلهای رنگارنگ بهاری میگه وجود داشت. تمام گلی که در حیات سر دیده‌ای و شنیده‌ای، تمام اون گلها میگه در داخل اون باغ میگه وجود داشت. و اذا بین ظهری الروضة رجل طویل، پس ناگهان میگه بین ظهری الروضة، ناگهان میگه دیدم در بین اون باغ، در وسط اون باغ میگه رجل، مرد رو میگه دیدم، طویل، اون مرد میگه بسیار قامت بلند بود. لا اکاد ارى رأسه طولا فی السماء، یعنی نزدیک بود میگه که نبینم سرش را طولا فی السماء، به سبب طولانیه که سرش بود. میگه یعنی چنان سری طولانی داشت، میگه از طولانیش میگه حتی نزدیک بود که سرش را نبینم. و اذا حول الرجل من اکثر ولدان، ناگهان میگه در اطراف اون مرد میگه بسیارترین کودکان را دیدم. رأیتهم من اکثر ولدان رأیتهم قط، یعنی ندیده بودم میگه هرگز به مثل این مرد را که اینقدر اطفال و کودکان و شخصا در اطرافش جمع شدگی باشد. میگه اینطور میگه اصلا دیدگی نبودم، میگه اولین بار دیدم در آن باغ. قلت ما هذا، پس میگه باز گفتم که این کیست؟ این چیست؟ این چی کار است؟ این ششمین حالته که رسول الله صلی الله علیه وسلم دید. و ما هؤلاء، میگه گفتم که اون کودکان کی است؟ یعنی این قد بلند کی است؟ و اون کودکانی در اطرافش هستن، اون شخصایی که در اطرافش هستن اونها کی هستن؟ قال لی، میگه اون دو ملائکه برای من گفت که انطلق انطلق، یعنی راحت را دوام بده، حرکت کن، شتاب کن. فانطلقنا، پس میگه ما
راهمون رو دوام دادیم و حرکت کردیم. فاتینا الی دوحة عظیمة، پس میگه رسیدیم به نزد درخت بزرگی، به نزد یک درخت بزرگ میگه رسیدیم. لم ار دوحة قط اعظم منها، ندیده بودم میگه درخت را هرگیز بزرگتر از آن، به مثل آن درخت کلان را میگه هرگیز ندیده بودم. ولا احسن، و همچنین زیباتر از اون درخت رو میگه هیچگاه ندیده بودم. قال لی، پس میگه اون دو ملائکه میگه برای من گفت ارق فیها، یعنی بالا شو، ببرد به بالای درخت، بالای درخت ببرو، همون درخت زیبا و کلان میگه گفت بالاش ببرو. فارتقینا فیها الى مدینه مبنیه بلبن ذهب و لبن فضه، پس میگه فارتقینا، پس میگه ما بالا شدیم فیها، و بالای اون درخت، الى مدینه، میگه رسیدیم به شهر، در بالای اون درخت میگه یک شهر بود، مبنیه، اون شهر ساخته شدگی بود، بلبن ذهب، با غشت‌ها و کرپیچ‌های طلایی، با کرپیچ‌های طلایی میگه ساخته شدگی بود، و لبن فضة، و همچنین با کرپیچ‌ها و غشت‌های نقرگی میگه اون شهر ساخته شدگی بود. فاتینا باب المدینه، پس میگه رفتیم رسیدیم به نزد در اون دروازه اون شهر. فاستفتحنا، پس میگه درخواستی باز شدن کردیم. ففتح لنا، پس میگه دروازه اون شهر رو میگه برای ما باز کردن. فدخلناها، پس میگه ما به داخل اون شهر در آمدیم. فتلقانا رجال شطر من خلقهم که احسن ما انت رائن. فتلقانا، پس میگه به ملاقات ما آمد، با ما روبرو شد، به نزد ما آمد، میگه رجالون، مردانه. پس میگه در اونجا ما مردانه رو دیدیم. شطر من خلقهم، یعنی که نصفی از وجودشان، که احسن ما انت رائن، یعنی که مانند زیباترین چیزی که تو دیده باشه، همونطور نصف رویشان زیبا است. و شطر منهم، اما نصف دیگر رویشان، که اقبح ما انت رائن، یعنی در زیشترین و بدترین چیزی تو دیده ای، همونطور زیشت و بیزیب است. یعنی که یک طایفه مردم میگه در داخل اون شهر نزد ما آمد، با ملاقات ما آمد، ما در داخل اون شهر مردهای را دیدیم، عده را دیدیم که یک نصف رویشان بسیار زیبا هست، اما یک نصف دیگر رویشان میگه بسیار زشت و بیزیب و بسیار قبیح است. قال لهم، پس میگه این دو ملائکه که میگه با من بود، گفت همون مردان را، همون مردمی که به ملاقات ما آمده بودن، اونها را گفت، میگه اذهبوا فقعوا فی ذلک النهر، گفت بروید و غوطه بزنید، یعنی آبازی بکنید در آن دریا، در آن جویبار، یک جویبار میگه نشان داد و گفت برید در اونجا آبازی بکنین. و اذا هو نهر، پس ناگهان میگه دیدم در آنجا جویبار را، دریای را که معترضون، اون بسیار پهن و وسیع است، یجری کأن ماءه المحض فی البیاض، میگه جاری است آبش، میگه گویا این که آب همون جویبار میگه شیر باشد در سفیدی. کأن ماءه المحض، محض یعنی که شیر باشد، فی البیاض در سفیدی، به مثل شیر میگه آب اون دریا، آب اون جویبار میگه سفید بود. میگه فذهبوا فوقعوا فیه، پس میگه این مردم رفتند و غوطه زدند و آبازی کردند در داخل همون آب. میگه ثم رجعوا الینا، بعد از آبازی کردنشون میگه بازگشتن به نزد ما آمدن. قد ذهب ذلك السوء عنهم، پس میگه واقعا رفته بود آن بدی و زشتی و بیزیبی از اونها، همون پهلوی که میگه بیزیب بود، همون پهلوی بیزیبیشون میگه بیزیبیشون میگه از بین رفته بود. فصاروا فی احسن صورت، پس گشته بودن میگه این مردم
در زیباترین صورت، یعنی بسیار مردمی زیبا گشته بودن بعد از اون آوازی کردن. این هفتمین حالتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن در آن شب. قال، پیغمبر میگوید که، یا راوی میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که قال لی، یعنی اون دو ملائکه میگه برای من گفتن که هذه جنت عدن، گفتن این جنت جاوید است، این جنتی که همیشه و دائمی هست. انا همین دیدی شهر را که با غیشتا و کرپیچهای طلایی و نقرگین ساختگی هست، این جنت جاوید و جنت ابدی و جنت دائمی است. و ذاک منزلک، و گفت آن منزل تو هست، آن منزل تو است. فسما بصری سعودن، پس میگه بالا رفت چشم من بلندیه، یعنی بالا را نگاه کرده. میگه در داخل اون شهر، میگه باز میگه من بلندی را نگاه کردم. فاذا قصر، پس ناگهان میگه دیدم قصر را، مثل الربابة البیضاء، با مثل ابرهای سفید بود. میگه همین قدر قصر سفیدی بزرگ. قال لی، پس میگه اون دو ملائکه میگه برای من گفت که هذاک منزلک، گفت آن جای تو است ای رسول الله. یا رسول الله، ای پیغمبر، جای تو انا همون قصر بزرگ در داخل جنت است. قلت لهما، رسول الله میگه که من گفتم برای اون دو ملائکه بارک الله فیکما، یعنی برکت دید الله سبحانه و تعالی برای شما، شما را الله برکت بتید. فذرانی فادخله، یعنی مرا بگذارید، اجازتم بدهید که من به داخل اون قصر بشوم، یعنی اجازتم بدهید که من داخل آن قصر بشوم. قالا، میگه اون دو ملائکه گفتن که اما الان فلا، گفتن اما الان، اما فعلا وقتش نیست، وقتش نرسیده است که تو داخل اون بشوی. و انت داخله، گفتن تو وارد میشوی، اما حالا وقتش نیست. اونجا جای تو است ای رسول الله، اما حالا وقتی داخل شویت نیست. قلت لهما، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که گفتم آن دو ملائکه را فانی رأیت منذ اللیلة عجبا، میگه گفتم که دو شخص، دو ملائکه، من دیدم در طول این شب چیزهای عجیب و چیزهای به تعجب آرنده و چیزهای غریب دیدم. فما هذا الذي رأیت، پس چی چیزهای بود؟ پس چی بود این چیزهایی که من دیدم؟ اینی که اینها چی معنا دارد که من 7 حالت رو دیدم؟ این 7 حالت چی است؟ یعنی چی معنا دارد؟ قال لی، پس رسول الله میگه که اون دو ملائکه برای من گفتن که اما انا سنخبرک، اما این سنخبرک، اما گفتن هر آینه ما توضیح میدیم درباره این چیزهای دیده تو، ما تو را آگاه و خبردار میکنیم درباره آن چیزی که تو دیدی. انا اکنون شروع میکند با این حالت ها را بیان کردن. میگوید که اما الرجل الاولو، اما گفت اون مردی اول، مردی نخست، الذی اتیت علیه، اونه که گفت اول پیشش آمدی، اون مردی نخستین، اون مردی اولینه که به پهلو زدگی بود، نزدش آمدی، کسی دیگر در دستش سنگ بود. میگه اتیت علیه یثلخ رأسه بالحجری، پاره و شکافته میشد سرش با سنگ. انا همون مرد میگه فانه الرجل، پس هر آینه او مردی هست. در دنیا کی بود؟ الله پناه بتید. گفت هر آینه اون مرد بود در دنیا. یأخذ القرآن، قرآن حفظ میکرد، قرآن میفهمید، قرآن میدانست، قرآن از خود میکرد. فیرفضه، قرآن را ترک میکرد عمل کردن را، و قرآن را حفظ کرد و فراموش کرد در دنیا. و ینام عن الصلاة المکتوبة، بجای خواندن نمازهای فرضی خواب میکرد. آدم نمازهای فرضیش نمیخواند و خواب میکرد. گفت این انا همون مرد است. الله المستعان، الله پناه بتید.
یعنی قرآن را بفهمد، قرآن را حفظ بکند، قرآن را فراموش میکرد و نماز فرضی را نخوانده خواب میکرد، پس عذابش همین است که سنگ به بالای سرش میزند، سرش پاره میشود، باز از نو ساز میشود و باز همین کار، باز از نو ساز میشود، باز همین کار. این عذابی این طور انسان ها هست. این مردی اول بود. اما مردی دویم چی؟ میگه و اما الرجل الذی اتیت علیه، اما میگه اون مردی که مرد دویمی که نزدش آمدی، یشرشر شدقه الی قفاه، یعنی که کشیده میشد، پاره کرده میشد کنج و کناره دهان اون مرد به قفایش کشیده، یعنی که دهان و بینی و یک چشمش به پشتش کشیده میبرد و منخیره و بینیش میکشیدن الی قفاه و به پشت سرش میبرد و عینه الی قفاه و چشمان اون تا پشت سرش کشیده برده میشد. پس گفت هر آینه اون مرد فانه الرجل، پس گفت هر آینه اون مرد بود در دنیا یغدو من بیته، یعنی صبح می برآمد از خانهش فیکذب الکذبه، پس دروغ می گفت، یک دروغ می گفت تبلغ الافاق، اون دروغش به همه جای دنیا می رسید، به همه دنیا می رسید. الله اکبر. ببینید در آن زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم این گپ را گفت که یک دروغش به تمام دنیا می رسید، یعنی که در آن زمانی که پهن شدن خبر چقدر قین بود، به تمام دنیا خبر اون مرد می رسید. پس در این زمان ببینید در شبکه اینترنتی یک دروغ میگویند به تمام عالم میرسد، یک دروغ به واسطه اینترنت به تمام عالم میرسد. پس وای به حال کسانی که دروغ میگویند و دروغ نشر میکنند در این شبکه های اینترنتی، که پس عذابشان رو ببینید. کسانی دروغ میگویند و دروغشان نشر میشود و پهن میشود در تمام آفاق، در تمام کنار و کنج دنیا میرود، دروغ اینها میرسد. یعنی رساندن دروغ امروز در این شبانه روز چقدر آسان شده است. یک دروغ بگو در شبکه اینترنتی بگذار، تمام عالم میبیند. پس اون صاحب دروغ گوینده، اون کسی که اون دروغ گفته است، بیخبر است که چی عذاب در روز قیامت این را انتظار است که یک پره دهن و با بینی و با چشمش به طرف قفا کشیده برده می شود. الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله. الله پناه بتید از دروغ گفتن و از پهن شدن دروغ انسان که سبب شرمندگی روز قیامتش گردد. خب این دویم مرد بود. اکنون سوم مرد چی؟ یا اون سوم حالتی که رسول الله دیده بود. و اما الرجال و النساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور، رسول الله میگه اما اون مردها و زنهای لیچه که آنها در داخل ساختمان بودن، به مثل تنور بود آن ساختمان، به مثل چگدان بود اون ساختمان، فانهم الزنات و الزوانی، رسول الله گفتن اونها زنها و مردهای زناکار هستند. اونها زنها و مردهایی که در دنیا زنا میکردن، اونها انسانهای زناکار هستند. پس عذاب انسان زناکار به مثل چگدان در جای درآورده می شود و از زیر اون، از پایان اون علنگه الاو، علنگه آتش افروخته می شود و زیاد کرده می شود. و اما این سوم حالت بود. اما چهارمین حالتی که رسول الله دیده بود، و اما الرجل الذی اتیت علیه یسبح فی النهر، اما میگه اون دو کس میگه گفت که اون مردی که آمدی به نزدش شنا میکرد در داخل جویبار، اون مردی شنا کننده در داخل جویباری که آبش به مثل خون سرخ بود در داخل اون جویبار، یعنی که شنا میکرد، اون چی کاره بود؟ و یلقم الحجارته، یعنی که و یلقم الحجاره یعنی انداخته میشد به دهن اون سنگ، در دهنش سنگ میپرتافتن. اون چی کاره در دنیا چی کار میکرد؟ فانه آکل الربا، اون در دنیا پرسنت خور بود، ربا خور بود، از این حساب در این عذاب گرفتار شد. این سومین حالتی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیانش کردند.
و اما الرجل کریه المرآت الذی عند النار، اما گفت اون مرده که کریه المرآت بود، یعنی که هیئت و شکلش منظرش بسیار زشت بود، عند النار که اون در نزد آتش بود، یحشها که اون آتش را روشن میکرد، اون آتش را علابش را زیاد میکرد، و یسعى حولها و تاب میخورد میگشت در اطراف اون آتش، فانه مالک خازن جهنم، پس میگه گفت اون مرد مالک، نامش مالک است، مالک هم میدانی کی است؟ خازن جهنم است، یعنی نگهبان جهنم است، صاحب جهنم انا همون مالک است، انا همون علاو ماننده ای که این مردم را عذابهایشان را زیاد میکند که عذابهایشان دوچند گردد، انا همون مالک است. گفت اون مردی که با اون هیکل و با اون شکل و با اون منظره زشت دیدیش، اون مالک است. و اما الرجل الطویل الذی فی الروضة، و اما گفت اون مردی درازی که در داخل باغ دیدیشه، فانه ابراهیم علیه السلام، پس هر آینه گفت اون ابراهیم علیه السلام می باشد. و اما الولدان الذین حوله، و اما گفت آن کودکان، اون کسایی که در اطراف اون مرد بودن، فکل مولود مات علی الفطرة، پس گفت هر کودکی که در حال فطرت وفات میکند، با فطرت وفات میکند، پس گفت انا همون انسان ها هست، انا همون انسان ها می باشند که در کودکیشان با فطرت، یعنی که با توحید وفات کردگی هستند. تولد بگم به اندازه گمراه کردن به پدر و مادرشان نرسیده است که در یهودی و نصرانی و مجوسی و گمراه گرداندگی باشد. در همون کودکی که میمرد، گفت او انا همون کودک ها هست. و فی روایت البرقانی، میگه در روایت برقانی آمدگی است که ولد علی الفطرة، یعنی تولد شدگی باشند بر فطرت. در این بالا در روایت گفت که مات علی الفطرة، در روایت میگه که تولد شدگی باشند بر فطرت. فقال بعض المسلمین، پس میگه بعض مسلمان ها گفتن یا رسول الله، نه بعض اصحاب رسول الله که در اطرافش بودن، پس گفتن که ای رسول الله، و اولاد المشرکین، گفتن حالی فرزندان مشرکا چی میشود؟ در کودکیشان که میمرند، کافرها را که فرزنداشون در کودکی میمرند، حال اونها چی میشود؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که و اولاد المشرکین، گفتن در همونجا فرزندان مشرکا هم هستند، یعنی با همراهی اونها فرزندان مشرکین همچنین می باشد. و اما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن، اما حالت بعدینه که قوم و گروهی که یک نیمی بدنشان، یک نیمی اطرافشان حسن زیبا بود، و شطر منهم قبیح، و نیمی بدنشان قبیح بود، زشت بود، بیزیب بود، فانهم قوم، پس گفت هر آینه اون گروهی هست، مردمی هستند که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، یعنی انجام دادن عملهای صالح و باز عملهای بد رو یک جا، عمل صالح کردن، عمل بد کردن، یعنی مسلمان ها هستند، عمل صالح و عمل بد کردن. تجاوز الله عنهم، گذشت کرد الله سبحانه و تعالی از گناه آنها، یعنی که الله سبحانه و تعالی گناهان سیئه و گناه و معصیت های کردگیشان بخشید و اونها را به اون قصر، به اون مدینه، به اون شهر داخل کرد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی است. و فی روایت له، در یک روایت دیگری که امام بخاری همچنین روایتش میکند، در آن روایت آمده است، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که رأیت اللیلة رجلین، یعنی آن شب میگه دیدم دو مرد را، اتیانی، آن دو مرد میگه نزد من آمدن، فاخرجانی الى ارض مقدسه، پس مرا بردن، بیرون کردن و بردن میگه
الى ارض مقدسه، به یک سرزمینی پاک، سرزمین مقدس میگه مرا بردن. ثم ذکره و قال، بعد میگه قصه را نقل کرد و بعد میگه گفت، پس میگه حدیث بیان کرد و گفت که فانطلقنا الى نقب مثل التنوری، میگه پس رفتیم ما رسیدیم به نزد سوراخی که مانند تنور بود، سوراخی شکافی که چکدان مانند بود، تنور مانند بود، میگه به اونجا میگه رسیدیم. اعلاه ضیق، میگه دهان اون یعنی شکافی اولش دهانش میگه تنگ بود و اسفله واسع، و پایانش میگه واسع و فراخ و کشاد بود، میگه یعنی که دهنش تنگ اما داخلش میگه کشاد بود. یتوقد تحته نارن، میگه روشن کردگی بودن، روشن بود، میگه در زیرش میگه آتشی در تحت اون میگه از پایانش میگه آتش روشن بود. فاذا ارتفعت ارتفع فاذا ارتفع فاذا ارتفعت، و هنگامی که میگه بلند میشد آتش، ارتفعوا، این مردمی در داخلش بودن میگه بالا می اومدن، حتی کادوا ان یخرجوا، به اندازه بالا می اومدن، میگه نزدیک بود که مردم از داخلش سرازیر شدن، از شکافی وقتی بالا می اومد قریب که به بیرون سرازیر شوند ببروین. و اذا خمدت، و هنگامی که پایان میرفت، شعلهش پایان میشد یعنی که اون آتش خاموش میشد، میگه رجعوا فیها، باز این مردم میگه میگشتن در داخل اون تنور مانند پایان میرفتن. و فیها رجال و نساء عرات، و در داخل ان همین چکدان مانند میگه زنها و مردهای لیچ بودن، همون مردها و زنهای لیچ میگه در داخل ان همین چکدان مانند مکانی بودن. و فیها، و در این روایت همچنین آمدگی است که حتی اتینا علی نهر من دم، رسول الله میگه تا اینکه رسیدیم به نزد جویباری که از خون بود آن جویبار. ولم یشک، یعنی که راوی شک نکرده این گپ را گفت. پیشتر ما در روایت اول گفتیم که گمان میکنم گفت که سرخ بود به مثل خون، اما در این روایت دیگر میگه گمان نآورده است، میگه به مثل خون بود، میگه اون جویبار. فیه رجل قائم، میگه در داخل اون میگه در نزد اون میگه یک مرد چخت بود، میگه راست بود، میگه علی وسط نهری، در بین اون جویبار. و علی شطر نهری فیه رجل قائم علی وسط نهری، یعنی در داخل همون جویبار میگه مرد چخ بود، علی وسط نهری یعنی در بین جویبار، در بین همون بگیم آب، در بین همون جویبار میگه یا مرد چخ بود. و علی شط نهر رجل، و همچنین در لبی دریا، در لبی اون جویبار میگه یک مرد دیگرم استاده بود. و بین یدیه حجارتون، در نزدش میگه سنگای بسیار بود. فاقبل الرجل الذي فی النهر، پس میگه می آمد مردی که در داخل آب بود. فاقبل الرجل، پس میگه می آمد آن مردی که در بین آب میگه چخ بود، میگه اون مرد میگه می آمد. فاذا اراد ان یخرج، پس هنگامی که میخواست که از داخل اون آب بیرون شود، رمى الرجل بحجر فی فیه، میگه می پرتاف می زد، میگه مرد، اون مرد در لبی دریا بوده، میگه با سنگ در دهان اون مرد، وقتی میخواست که ببراید سنگی رو میگه با دهنش میزد. فرده حیث کان، پس باز میگردان میگه او را به هر جایی که بود، باز میگهش میرفت میگه با بین اون نهر. فجعل کل ما جاء، پس میگه اون هر گاهی که میخواست بیاید، هر گاهی که میآمد میخواست که لیخرج، میآمد تا اینکه بیرون شود، جعل یرمی، شروع میکرد به زدن این مرد، میگه فی فیه بحجرین، در دهنش میگه به سنگ میزد، در دهنش به سنگ میزد، میگه و باز فیرجع کما کان، باز میگه میگشت به جای اولش میرفت. و فیها، و همچنین میگه در این روایت آمدگی است که فصعدا بی الشجرته، یعنی پس بالا بردن من را به درخت، اون دو ملائکه، اون دو کس میگه من را بالای درخت بردن.
فادخلانی دارن، پس میگه در آوردن من رو به خانه لم ار قط احسن منها. رسول الله میگه ندیده بودم هرگز زیباتر از اون خانه دیده. یعنی به یک خانه زیبا بردن. فیها رجال شیوخ و شباب، در داخل اون خانه که در آمده میگه مردها بودن، موی سفیدا بودن، جوانان بودن، یعنی انسان ها زیاد بودن. در روایت دیگر اینطور آمده است. و فیها، یعنی در اون روایتی که حالا خواندیم، یک مدینه در آمدم، در یک شهر در آمدم که اون شهر ساختمانش از کرپیچ های طلایی و نقرگی بود. اما در میگه در یک خانه در آمدیم که این روایت دیگر است، در داخل همون شهر یا در داخل همون خانه مردها و موی سفیدا و جوانها بودند. و فیها، و در همین روایت همچنین آمده است که الذی رأیته، یعنی همون کسی که تو دیدی، یشق شدقه فکذاب، یعنی که پاره می کرد گوشش را، یعنی که گوشه دهانش را، بگم گوش و یک پهلوی دهن و بینی و چشمانش را که به قفا کشیده می برد، فکذابون، پس میگه انا همون دروغگو هست. انا همون کی است؟ دروغگو است. یحدث بالکذبتی، یعنی سخن میگوید به دروغ، سخن دروغ میگوید. فتحمل عنه، پس گرفته میشد سخن دروغش، حتی تبلغ الافاق، تا اینکه دروغ اون میگه به تمام دنیا میرسید، به تمام دنیا دروغش میرفت و میرسید. فیصنع به الى یوم القیامت، پس ادامه مییابد همون کاری را که با اون دیدی تا روز قیامت. یعنی تا روز اون وقتی که دیدیش که یه بار میکشد دهن و بینی و چشمش رو تو قفا میبرد یک طرفش را، باز طرف دیگرش رو، یک بار خلاص نمیشود. همین عذاب تکرار میشود، ادامه مییابد، تکرارا و تکرارا بر دوام تا روز قیامت. در همین عذاب انسان دروغگو قرار میگیرد. یعنی دروغ گفتن چقدر عذاب دشوار و سخت و سنگینه در روز قیامت داشته است. الله پناه دهد. و فیها، و در یک روایت دیگر آمدگی است، در همین روایت همچنین آمدگی است که امام بخاری روایت کردگی است، الذی رأیته، یعنی آن شخصی که تو دیدی، یشدح رأسه، یعنی شکافته و پاره میشد و کفانده میشد سرش، فرجل، پس میگه اون مردی هست که علمه الله القرآن، آموزانده است، یاد داده است الله سبحانه و تعالی برای او قرآن را. الله علم قرآن براش یاد دادگی از خواندن و میخواند و میفهمد. فنام عنه باللیل، پس خواب کرده است به جای قرآن خوانی در شب. در شب قرآن خوانی نکرده، خواب کرده است این مرد. ولم یعمل فیه بالنهار، و عمل نکرده است به قرآن در روز. یعنی در شب قرآن نخوانده است و در روز به قرآن عمل نکرده است این انسان. فیفعل به الى یوم القیامت، پس این رفتار ادامه مییابد به اون انسان تا روز قیامت. یعنی تا روز قیامت این انسانی که قرآن را یاد گرفت و شبا قرآن نمیخواند و در روزها با اون قرآن عمل نمیکند، تا روز قیامت انا همین عذاب در گرفتار است که سنگ میزنند در بالای سرش میکفد، پاره میشود، با ساز میشود، با میزنن سنگ، با ساز میشود، با میزنن اون سنگ. یعنی این تکرار شدن میگیرد اون عذاب اون انسانی که قرآن خوانده میتوند در شبها قرآن خوانی را ترک کرد و انسانی که قرآن را فهمید در روز عمل به قرآن نکرد. یعنی که انسان‌های بی‌عمل. و دار الاولی التي دخلتها، اما گفت اون خانه اولی که در آمدی، دار عامه المؤمنین، گفت اون خانه عمومی مؤمن ها هستند. عمومی مؤمن ها در همون خانه می شوند. و اما هذه الدار فدار الشهداء، اما گفت این خانه شهیدها هست. اما گفت این خانه زیبا و قصر میبینی، این گفت از کی است؟ خانه شهیدها می باشد. و انا جبریل، اون دو کسی که در خواب پیغمبر در شب نزد پیغمبر آمده بودن، گفت و انا جبریل، گفت من جبرائیل هستم.
و هذا میکائیل، گفت این میکائیل است. یعنی اون دو کس کی بوده است؟ جبرائیل با میکائیل. فرفع رأسک، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که سرت را بردار. فرفعت رأسی، رسول الله میگه سرم را برداشتم. فاذا فوق مثل السحابی، پس ناگهان میگه دیدم در بالای سرم میگه مانند ابر خانه ای را، قصر را، یا قصر دیدم که مانند ابرها هست. میگه قالا، پس میگه اون دو ملائکه، یعنی که حضرت جبریل با میکائیل علیهم السلام میگه گفتن که ذاک منزلک، آن خانه تو است ای رسول الله. قلت، رسول الله میگه که گفتم من که دعانی ان ادخل منزلی، دعانی ادخل منزلی، یعنی که اجازت بدهید بدرویم به خانه‌ام. وقتی اون قصر از من که باشد، میگه گفتم اجازتم بدهید که من بدرویم. قالا، میگه اون دو ملائکه حضرت جبریل با میکائیل علیهم السلام گفتن که انه بقی لک عمر، گفت هنوز باقی ماندگی است عمری تو، ولی عمرت به پایان نرسیده در دنیا. لم تستکمله، کامل کردگی نیستی حال عمر دنیاوی تا. فلو استکملته، و چون که استکمال و پره و کامل کردی عمر دنیایی تا، یعنی در دنیا عمرت به آخر که رسید، اتیت منزلک، پس می آیی تو به این خانه‌ات، یعنی این خانه‌ات بعد از مرگ می درایی و حالا فرصتی در آمدن نیست، هنوز وقتی در آمدنت به این قصرت نشیده است ای رسول الله. رواه البخاری، و این حدیث را هم امام بخاری روایت کردگی هست. پس این بود این حدیث طولانی، حدیث 1545 کتاب ریاض الصالحین، حدیث طولانی که ثبت مونم بسیار طولانی شد، اما نخواستم که این قصه زیبایی که رسول الله برای ما و شما بیان کرد، این عذاب و دهشت و سنگین برای این انسان‌های، چه انسان‌های بی‌عمل با قرآن و سنت باشد، چه انسان‌های دروغگو و ریباکار و ریباخور و اینها، چه انسان‌های شیطان و فریبگرها که اینها را عذاب‌هاشون را بیان کرد، نخواستم که این قطع شود دو سه سبده جدا جدا کنیم. پس این طولانی را، این حدیث طولانی را با فضل و با یاردم و کمک الله الحمدلله توانستیم تا آخرش بخونیم. با همین باب حرام بودن دروغ به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود. باب نو، باب بیان ما یجوز من الکذبی، یعنی باب در مسئله آن دروغ هایی که گفتنشان جایز است، یعنی در کدام صورت دروغگویی جایز و درست می باشد. باب نو می شود. امام نووی رحمه الله در زیر این باب قول علما را و حالت هایی که دروغ گفتن جایز است را برای ما و شما بیان میکند. این را درس آینده خواهیم خواند. پس این بود درس امروزه امان. با همین درس امروزه را در اینجا به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.